درباره همین بانگ دیوال خونه چی گفتنی؟ در اول گفتنیم که خونه لویی اگر که با تراکتور یا با اسب و با قسم بزنن دیوارش مستحکم میآید. بعد دیوار نفس میکشه، بعد هوای خونه را تغییر میده، توزه نگاه میکنه. میگه اون روز که بام خانه ها چوبی بود، گفتار و عمل همه جا خوبی بود. امروز بینای خانه از سنگ شده است، دلهای همه با بنا هم رنگ شده است. او وقت همه میگه همسایه با همسایه دیوار نداشت، در نیک بدی همدیگری کار نداشت. همه خانه لایی و بانگی با دلاشون صاف بودن، در سر یک طبق نون میخوردن. یکی امروز از سمن بلاک میکنه، از سنگ مرمر میکنه، بچنان دلش سیاه و تاریکه که همسایه را دیدن نمیتونه، پیشروی یا برادر را نمیخواه. بگذار در همه جای تاجیکستان صلح و امنیت پابرجا باشه، در خونه لایی باشیم و در زیر سایه امنیت باشیم، همیشه تینج آرام و آسوده پیش بریم. تاجیکستان با پیش. زنده باش.